سلام دوستان خوبم، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، دو دسته کارت رو برای نیت امروز شما اینجا قرار دادم. دسته کارت مهره های بودایی و دسته کارت مهرگیاه. یکی از این دو دسته رو انتخاب کنید یا میتونید برای هر کدوم از این دسته ها جداگانه یک نیت جدا داشته باشید. متمرکز باشید روی نیت هاتون تا جواب رو خدمت شما عرض کنم. خب بریم سراغ دسته مهره های بودایی. خب بسیار عالی. یکی از بهترین کارت های تاروت، کارت خورشید که بسیار بسیار امیدبخش و نوید بهترین اتفاقات، قشنگترین مسائلی که باید سر راه شما ایجاد بشه و قرار بگیره. بهبود تمام موقعیت ها در هر زمینه‌ای که نیت کردید، شادی و موفقیت، گشایش، معجزه برای شما دیده میشه. انشالله که خیرش براتون پیش بیاد. بریم سراغ دسته کارت مهرگیاه. خب دوست خوب من، شمایی که دسته کارت مهرگیاه رو انتخاب کردید، برای شما دیده میشه که در وعده 3 یک سری پیروزی ها رو کسب میکنید. اگر به دنبال کاری هستید، اگر به دنبال نتیجه یا جوابی هستید از سمت هر شخصی، از سمت هر کاری، موقعیت کاری، برای شما دیده میشه که در وعده 3 موفقیت و پذیرفته شدن رو برای این نیت شما. دوست عزیز من، اگر قرار اقدام جدیدی داشته باشی، اگر نیت کردی که آیا این اقدام جدیدتون، این هدفی رو که دارید، این کاری رو که میخواید انجام بدید خوبه یا نه، باید بهتون بگم که کارت 3 سکه داره در مورد یک سری مسائلی که شما به دنبالش هستید و دوندگی دارید میکنید، معرفی میشید به شخصی یا اشخاصی که میتونن راه رو برای شما